برنامه گنی سمت مانده نه آجور هم دو داره دیگه نمیردشته که خواه میشدم بمردم اخی از صبح آخوزه دست و پا افتادم خب برنامه چه کار میشه؟ دو داره دیگه برای خلاص دیگه چی نمونده برنامه چی گفته؟ نی سمت مانده نه آجور دو داره دیگه عمل خلاص میشه خانشته کنم پولم ندارم خب پول نداره چی رقم کنم؟ سیکولالا یک کار کنم وقتی برو پیش کاکا شکلی کاکا پیش کاکا خو خب برو بگو آقا ما گفته یک 20,000 پول بده بفهمیدی؟ کاکا قاصدین آه میده یا نه؟ اشتا نمیده پرد پیش پر دختر خونه راست کردم اینجا من خود مشیشته بودم که مرتکه پول آورد کدش به پیشو یک نیم لک پول کدش که 20,000 چیزی نیه دیگه 20,000 ها بوست بیا که برم سمیت رو یک بخر کار پول ما بدیم خاطی بر نیم بوم بگو کار ما واقعا لک مونده منتظر به پولی بفهمیدی؟ از زودی بیایی دیگه کار آدم بگیره Oku. چیکار شدین؟ اشتنی عباس رو گرفتیم. بکام سرای. بالا چیکار داشتیم؟ صدا. بیا سرا. کس نه. سلام علیکم. سلام پیشه کو بخیر سلام علیکم. چی گپا خیراته؟ شکر زنده باشی زنده باشی خیلی زندگیش خوبه. یاره چی عجب یاد ما قریبار کردیم بیا اومدیم برای مرایکن. اسی تبریک هم باشه دختر خانم زدا کردیم. زنده باشی بکو. یا برای ما گفته اگر می برنامه می تلنگ بمونده تعطیل خاطر نه سمیت داریم نه آجور داریم گفته یک 20,000 پول تا یک مردمای ما قرض کنیم. کوکو جیگه من پول از کجا بیارم از کجا بیارم ندارم پول نداری شما کوکا؟ نه یک بیپه ندارم کوکو از کجا بردم آخه برای ما گفته اگر سر فاتی دست و دختری نباشیشته بودم یکنی لک پول بقیشتم. چه کاره؟ وقت برگم شو سعی کنید چی میگم چی رقم وقت پل بریتی از خود کردم یک خواهر اینجا زنگ میده که 50,000 پول رای کو چکار فلان که پیار تو اینجا رای کرده که 20,000 پول بود من کجا بیارم خودشون خبر ده که به بالا کنم که دختر خانم زادار کردم وقتی که بدرش بخی بله میرم بده مسخره کردی خوب برو ده عجب دستدان نداره برو نفهم که این پول بزنی دختر مصرف به دختر میشه روزگار میشه خواهر اینجا زنگ میده که تو من 50,000 پول رای کو که من چکارک میکنم برازاده اینجا زنگ زد که بچه خوره کرده که من 20,000 پول بده که برنامه لک با بلا جوانا که برای پیدا کن بدیم به برنامه خوب کار پیش بری من با بلا کنم تو که دختر خونم زادار کنیم رو یا اگر لکن ما باشم نمیتغیر مکشیم. چه کار اخذ تو چرا میدی؟ خود از اینو بودی نه گفتی که پیان مصرانیه و تو نبوده کس عمل بگو که نیه کسی مصران باید مبرا گوشتور میگیرم میفهم اگه دیگه کارو که دیگه کلوتور میکنم میفهم یا نه نمار با چای خورده میذارم نیم نون خورده میذارم یکی برای یکی به نیمرو برای پول فقط می پولا را دو گیرم که چکار کردی گیلر؟ چکار کردی توگیری کردی؟ وانه میشکنی این کارتونی بده به دست من چرک میخوره میفهمی چه کار میکنی؟ نه ور میخزی میری به دم سرا قوس الدین ها برای او میگی همون پولا سکل مار بعد چند وقت میشه 22,500 میشه بگو او یک فایده نمیکنه از اون ما 500 بیشتر ما فایده نخورده اگه گفت پول ندارم و چه کار و فلانه بفهمیدی؟ ها بگو او روز دختر خانم زاد دار کردی هنوز نشونی هم بزیر نشونی که کریم لگریپی هم به سر فاتی دست خودش دار
سکل که از اینجا دادیم همه سکل که دکون بگو بردی بگو یک فایده نمیکنه که تو بگردم چند ماه میشه تو پولای نمیدی و خف خور میزنی و از وقت ندیشتی بلا براده حالا کون پولدار شدی یک کنیم لگ روپیه بیاوردم مثلا فاتی دست دختر تو بقدشتم از منا قرار کرده بگو بگیرید همه حساب مار خلاص کو یک فایده دختر نه نسبت دار کدام خبر نداری یه روز که من رفتم ای خاکیر بخوری و کمر ماست هرچی گفتم پاکه شیرینی بده به گلک هم ببرم خلاص شده پولال بگم بده ها دونیم ازا 22,500 خب 22,500 لالا اگه پولال بدم یک دم میام با تر کیسام نزنم من عقلم نمیکشه احتیاط کو یک جیرک ببر سر کیسی خوب انداخت خب که کسی کیسی تو نزنه دست خود رو نکنه داخل کیسی تو پولا رو بر نداره آفرین ما هم از این سیما ببرم ایتا چیز کنم به کیسی خود سیمپیچی کنم ای خیر بینی قربان آدم همه چیز فهم و اشیاء یک پول چوکگه که اون این چوکه سیم اینجا هسته اون قلم کرده قرار کرده ورده ببر من سر کیسی خود قرار کرده بپچونه که کسی نه تنها کیسی تو بزنه میگم دندونا خو میشکنی لالا جو نمیشه دندونا خو میشکنی دندونا تو عیبی میشه باشه مینال میبرم هرچی با کار شد سر کیسی خوب استم اینا زیاده بعد به دست خو بگیری یک چوکی اونه هستم دم دکن آنه آفرین اونم چوکگه که وردو ببر کپیش رو گم نشه ایتا مثلا نه پولار که کیسی خو کدی اونم بپچونک 120 روپیه پولا داخل است دیگه کسی ما باشه باشه اونا هم باشه اونا هم پیش تو باشه به پیار آدم اعتماد نیه راست میگی همین شرایط هیچ اعتباری نداره گیلک واقعا کاسب شدی لالا جو یک موی نمیزنه باور کن خوب توگیری کردی از من بیتر توگیری کردی واقعا من حالا پیار دوز میتونه بیای واکنه نه بابا هم بگیره دست میخله مال خو میگه ما کم بگیرم توی خود دوز نگیر برو بخیر لالا جو زودتر بیای 22,500 22,500 نه که با 22,500 به دست تو بده رو خور بگیری و خزی بیایی به 22,500 نمیشه پرده پس گذاری تا بمونجی میگو که آیات من نره به خاطر که باز برو مگرم دروازه قندار باز یک سکل دیگه بخرم که باز یک 500 این فایده کنه از این دکون کار فلان فایده نیه کار ما نیه 22,500 گفته برو که آیات نره خب آفرین 22,500 اون پولم داری بام سه چرخ چیز میزی برو زودتر بیا خب خوبه برو بخیر بدی 22,500 22,500 جانجور خیریاتی بیا تو بگو بیا یک بگو گیلک بیا مادر 22,500 کنی جانجور خیریاتی جانجور اول خوب خیریاتی 22,500 خیریاته 22,500 خیریات برار من گفتن که برو بگو کمی پولا سکیلا بدیم 22,500 برو تن برات پول کده 22,500 ما بخاطر خیلی فایده نخورده من ما این برای بخواه یک دیگه بخریم باز بیاریم تیار کنیم با چینا رو عوض کنیم با یک دیگه فایده بخوریم واقعا راست بوده که نو کسی قرض نکن که قرض میکنی خرج نکن بفهمیدی؟ برو 20 پسونتر یک پولا که بدم برو کاکو برو دیگه سینه دی برو ما گفتم یکی نیم لک پول سر پیشکش بگذاشتم برو جان خوار منجی زنگ زده که 50,000 پول ریکو برو آزادی می بچه خوره کرد که 20,000 پول به من ریکو تو بیایید برای 22,500 پول میدی این پولا رو به دست مادر دختر دادم بر همه غیر تپت خریم ای بر کرد برو کاکا برات کار خب برو 20 پسونتر بیا برات برو خب حال داره دیگه برو دیگه میگو نیه دیگه بوده میدادم دیگه اصلا من خراب نکن دیگه ما از اون سکل چند فایده خوردیم
برو کاکا جسام خراب نکنید بیشتر. برو دیگه سیاهی نده. برو دیگه. بعد پول بده من میرم. پول بدم. انال به تو پول میدم. انال به تو پول میدم. مسخره کردی خوب. همه بیچاره میاد شما میزنه. بالا میفته که دختر نمزاد دار میکنی. همون در مفهوم به در پیش آدم پیدا میشه که دیگه چی به تو بگم. مگم برو مگم به مرتگه بگم خیشی و نشو. عجب مردم اینا با مسخره کردن خوب. هر زمان یکی بره. چکار شد بیامدی؟ برفتی بسیدی پلا گردنم بعد لولو تو بام تا سرای اینا 20 دونیم میگفتم. خوب ها چکار شد چی گفت؟ چه تعصب تو خرابه؟ خدای یک پول داری به ما بده یک عقل کمالی هم بزو. الهی آمین چکار کرد؟ چی گفت؟ شطوره بدیدین؟ ها اشته ندیدم چطوره؟ گردنم بند باشه شطور از این بیشتر اخلاق داره. مسمر بزنه. بد اخلاقی کرد. هر کس دختر میگه نسبتدار کنه مگرم پیشکشیر بده با بال قرضا خو یا با قرض بده. ما چون خوار زنگ زده که چیزه ما چون بلارزاده ما بیامده که پول 20,000 پول بده. ما چون تو بیامده که پولا سکیله بده. من سر زیارت خو بیارم من اونا دختر خود من نسبتدار کردم همه پولای با من مادر ککک نینی خریده. اونا هر تر شد. میگفتی ما کار نداریم پول پیشکش دختر خو میدی اصلا بکس خونه خو میدی اتا بالشتار پاره میکنی پولا رو بیرون میکنی پولا مار بده سکینه که سویری میکنی خب پشت میایه. به شما من گپ گنده گو. چی گفت که برو ما فرقی بزنم. نه کرایه از این نمیکنه. او گفت برو نوکیسی خوب بگو که نوکیسه قرض میکنی قرض کو اگه خرج میکنی خرج کو. برای من نوکیسه گفت تو هیچی نگفتی برای او بی غیرت. گما نمیجین تو 20 روز دیگه صبر کنم میارم. این برای من نوکیسه میگه. نوکیسه کو بگو توی که کنیم لگ روپیه بگیر تو آماده خور. نفتا کو نمیری تو نوکیسه های. آفرین همونجی میگفتی حالا پیش بمیگی. میزد مره. خیلی حساب خراشیه دیدیش. امور نمیتونستی. همون یک بوجبیر نمیتونستی به قلوی بگیری. نه خب با او انال خول منداخت به خانه مادر یا زن به چیو میگفت اگه به شوهر من بزدی انا بیای تا شرف مار بده. راستی از این نظر خوب کار کردی. یکم ریش سفیده. نکن بچه چه کردنی با باسته؟ برو بچه. بخیر. این عجیب آدمیه. همین بسته سکیل 1,000 1,500 بیشتر فایده نمیکنه. با عظیم چند فایده خوردم. کانال با بسته کم تا دختر دیگه خوی عروس کنه که بعد این برای پول بده. این رقم برابر نمیه. مگر برو سکیل زیر پای بیرون کنم. مگر برو سکیل بستونم از این. گرچه لاشه کرده مگر من سکیل برو بستونم از اون. چه کار کنم خدای عزیز؟ چی شدی که بندم دکون باشه که من مگرم برو بستونم. گله آه گله چی شدی؟